پرتاب رو اجرا کند که باعث گرفتن ایپان شد. اکنون دوستان عزیز آن لحظه ای که واقعا ما و شما نیز انتظارش بودیم. ورزشگر تاجیک با جداگی کبود از سمت راست تصویرهای ما و شما است دوستان. اون دولتعلی نظرعلیف، ورزشگر 19 ساله تاجیک در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. او تحت راهبری باور خوجنجیدوف تمرین میکند و یادآور میشیم که در کارنامهش از مسابقات قطعوی در آسیا مدال یعنی نقره دارد در جام آسیا در استکول قرقیزستان، ولی او در مقابل حریفی هست که نسبت به او هم از لحاظ سن و سال و همچنین هم از لحاظ یعنی دستاوردهای شایان تحسین نیز برتری دارد. کیرگیز بایف گوسمن، ورزشگر 27 ساله قزاقستانی که در ریتینگ موقع 8 را اشغال میکند و یک پرتاب اوچیماتا از سوی پهلوانی ما و فندی خوب تاموی نگه. ببینید چگونه این ورزشگر نورسته تاجیکستانی با روش های گوناگون پرتابی یک ورزشگر با استعداد قزاقستانی را از یک سو به سوی دیگر واقعا بازیکنان پرتاب میکند. این است استعداد. با این وجود ورزشگر قزاقستانی یک کارد زرد جزا دارد با سبب ویران کردن بعضی از جزئیات تکنیکی و قاعده های گشتن جدا و اکنون امید هست از این ورزشگر نورسته تاجیک. جهد و تلاشش نیز خیلی خوب است. ببینید چگونه کوشش میکند و یک زیدی حمله از سوی ورزشگر قزاق بود، ولی این پرتابی که از سوی ورزشگر ما صورت گرفت یک وزری ببینید اینجا با ورزشگر قزاق دادن، اما در مورد این قضاوت داوران شاید شک و شبهه ها زیاد باشد، چون که ورزشگر ما نیز اصول را اجرا کرد، یعنی اجرا کننده اصول محسوب می شد، ولی قضاوت داوران وزری برداشته می شود هیچ چیز نبود. همین طریق قوازمای ادامه می یابد و داوران نیز به نوبت می گیرند تجربه، موقعیت و همچنین اشتراک ورزشگران را در دیگر مسابقه ها. ولی با این وجود این پهلوان نوجوانی ما نیز جهد و تلاش میکند که در مقابل پهلوانان با تجربه نیز ببینید چگونه اصول های به مورد را استفاده کند. خیلی احسن و آفرینش بود. واقعا جهد و تلاشش نیز خیلی زیاد هست. کوشش میکند اگرچه از فصلهای جدای جهانی یا گرانپری ها یعنی چندان خاطراتی یعنی باید ماندنی هم نداشته باشد، ولی این بار نیز در همان دقیقه های معمولی تم به شکست داد. ورزشگر قزاقستانی بالاخره آن با تجربه، ورزشگری با استعداد بختش آمد کرد و در مدت 2 دقیقه و 4 ثانیه ورزشگر تاجیکستانی رو شکست داد. به هر حال یک تجربه خوبه برای ورزشگر ما نظرعلیف دولتعلی شد.